دیگه کتلت تکراری درست نکن. بیا بهت یه کتلت یاد بدم که هم جدیده و فوق‌العاده خوشمزه است. سینه‌های مرغو خیلی ریز خرد کنید. و بعد سیب زمینی رو رنده درشت بزنید و همینطور پیازو. گوجه ها رو به صورت نگینی ریز خرد بکنین. توی کاسه تمام مواد رو با هم دیگه ترکیب بکنین. و بعد ادویه ها که شامل نمک، فلفل سیاه و قرمز، زردچوبه و پودر سیر و آرد و یه قاشق رو بهش اضافه کنین. با هم دیگه ترکیب کنین و بزنین یخچال نیم ساعت بمونه تا مزه ها به خورده هم بره. بعد از نیم ساعت توی دستتون بهش فرم بدین و توی روغن سرخش کنین. حرارت حتما ملایم باشه تا کاملا مغز پخت بشه. خیلی خوشمزه میشه. برای یه بارم شده درستش کنین. بچه‌ها خیلی خوششون میاد. بفرست برای اون دوستت که عاشق کتلته. دست و دلم میلرزه